دوستان عزیزم سلام. در سری ویدیوهای تحلیل سوالات آزمون توفل ابتدا مهمترین موضوعاتی که حداقل در یک سال اخیر بیشترین سوالات از این مبحث ها بوده رو با هم تحلیل و بررسی میکنیم. از موضوع هیستوری شروع میکنیم که 29 بار در قسمت ریدینگ ازش سوال اومده، پس رتبه 1 رو داره. این ویدیوی شماره 1 هست و ما 28 ویدیوی دیگر رو با هم تحلیل خواهیم کرد. اما اول شما باید حتما تست های نئو یا تی پی یو رو خودتون تست بزنید، ببینید چه نمره‌ای کسب میکنید. بعد برای تحلیل این ویدیوها رو ببینید. دیدن این ویدیوها بدون اینکه اول اون تست ها رو بزنید براتون فایده‌ای نخواهد داشت. در ادامه ابتدا متن ریدینگ رو براتون میخونیم. کلمات مهم هایلایت شده، متن کامل ترجمه شده و سپس 10 سوالی که همین آزمون داره با ترجمهش و تحلیل هر بخش از سوالات خدمتتون ارائه میشه. ما در ادامه در تحلیل هر سوال ریدینگ به هر بخش که برسیم، مثلا بخش وکب، بخش اکسپشن، اینفرنس، دیتیل، سامری یا هر بخشی که بهش برسیم تحلیل میکنیم و سعی میکنیم که شما خیلی عالی با این بخش ها آشنا بشید. ریدینگ پیش رو فقط از هر کدوم از این بخش هایی که من نام بردم 2 سوال داره، بنابراین این بخش ها بسیار مهمن و ما تقسیم بندی کردیم تا شما کاملا عالی یاد بگیرید و مثلا میگیم سوال 1 از این بخش هست، مثلا سوال 3 از نوع سوالات اکسپشن هست، سوال 4 مثلا دیتیل هست و اینکه چطوری سوال میدن. شما با نحوه سوال دادن آشنا میشید و این بسیار براتون خوبه که هر بار این به صورت نوشتاری و همینطور دارید میبینید خودتون، این کاملا ملکه ذهنتون میشه و دیگه از این به بعد در هر آزمون توفلی یا نئوها یا تی پی یو ها رو که خودتون میزنید، وقتی که سوالاتو میبینید خودتون میگید پس این دیتیله، این سامریه، این سوالای اینفرنس هست و دیگه خودتون کامل میتونید این سوالاتو بشناسید و اصلا سر جلسه توفل هول نشید. همه سوالات بخش ریدینگ با یه سری نکاتی که خدمتتون ارائه میشه قابل حل شدنه، به جز بخش وکابیولری که باید دایره لغاتتون گسترده و وسیع باشه. فقط با خوندن متن نمیشه حد زد، خوندن متن آخرین راه حل هست. حتما باید کلمه ها رو بدونید، کلمات تی پی یو نئو رو بدونید، کلمات مهم تافل رو. و این ریدینگی که در پیش رو داریم خوبیش اینه که من اومدم و تمام متن‌های ریدینگ رو برای شما، لغاتی رو که فکر می‌کردم سخته هایلایت کردم، همون زیرش ترجمه کردم و شما این لغات رو داخل متن آموزش می‌بینید و اینطوری خیلی بهتر یاد می‌گیرید. پس علاوه بر این که ما داریم این ریدینگ رو و سوالاتش رو تحلیل میکنیم، کلی کلمه جدید هم از این به بعد داخل متن با همدیگه آموزش میبینیم. شما حتما باید خودتون اول تست های نئو رو بزنید، نمراتتون رو که کسب کردید ببینید چه نمره‌ای از آزمون ریدینگ کسب کردید، بعد حتما این تحلیل ها رو ببینید. بعد میتونید فقط قسمت اول رو که خوندن متن ریدینگ هست و کلمات مهمش هست رو بعداً چندین بار ببینید تا اینطوری بهتر همه رو یاد بگیرید. ریدینگی که الان با هم دیگه کار میکنیم فقط سوال ریستیتمنت و پارافریز نداره، ولی سوال از وکابیولری داره، اکسپشن، اینفرنس، دیتیل، سوالات پرپس، اینسرشن و سوال سامری رو داره. یعنی از هر مثلا فرض کنید سوال پرپس 2 سوال داده، از اکسپشن همینطور 2 داده و فقط سوال ریستیتمنت نداره که در ویدیوهای بعدی حتما
از این سوال هم حتما دادن برای توفل و ما اون رو هم تحلیل خواهیم کرد. پس ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. این نوع شماره 7 هست و در بخش هیستوری آمده. بخش هیستوری 29 تا ریدینگ داره که رتبه 1 رو بهش میدیم در بخش ریدینگ، یعنی 29 بار از موضوع هیستوری سوال دادن. یعنی ما قراره که 29 تا ویدیو داشته باشیم که در مورد هیستوری هست. شما فرض کنید کلیه لغات مهمی رو که در مورد هیستوری هست از امروز تا ویدیوهای بعدی همه رو در این نوع ویدیوها آموزش خواهید دید. پس رتبه 1 رو که 29 تا ریدینگ داره به هیستوری میدیم. بعد از اینکه این 28 ویدیو تمام شد میریم سراغ رتبه 2. رتبه 2 رو بیولوژی زیست شناسی داره که اون هم باز 28 ریدینگ ازش اومده و 35 تا لیسنینگ. و رتبه 3 هم باستان شناسی هست که 19 تا ریدینگ ازش اومده و 6 تا لیسنینگ. و بعد هم رتبه های بعدو که آرت داره که باز ازش بسیار از ریدینگ آوردن و همینطور ستاره شناسی، زمین شناسی، محیط زیست و ادبیات و گیاه شناسی. اینها دیگه رتبه های بعد رو دارن، ولی مهمترینشون همین هیستوری هست و بیولوژی که ما حتما بهش میرسیم. Early Chinese silk production. China is justly famous for its silk production, which probably began more than 6,000 years ago. Excavations of Neolithic sites have revealed clay artifacts, with impressions made apparently by silk cloth, as well as stone ornaments carved in the shape of silkworms. The earliest find of silk itself, dated to around 2800 BC, is from Zhejiang province, where a fragment of cloth was preserved in damp conditions inside a bamboo box. Zhejiang province, in southeast China, has always been an important silk-producing area, and was probably also the center of one of the major prehistoric cultures. Later writers attributed a well-organized system of production to the Western Zhou dynasty, 1050 to 771 BC. A text compiled or revised in the Han period, 206 B.ca.d220, describes a silk supervisor, a hemp supervisor, dyers, and weavers working in the women's section of the palace. Although one silkworm, making its cocoon, spins a pair of filaments that may be up to 1 kilometer in length, because of the fineness of these filaments, thousands of silkworms are required to produce enough silk to weave a length of cloth. From an early date in China, it was found best to carry out the manufacture of silk cloth on a large scale, with a division of labor according to the various tasks: picking the mulberry leaves to feed the silkworms, reeling the filaments from the cocoons, weaving, etc. In the 18th and 19th centuries, this highly organized and subdivided industry fascinated Westerners, who collected sets of illustrations of the different stages. Silk production has traditionally been associated with women in China, and in imperial days, the empress would perform an annual mulberry leaf picking ceremony outside the Hall of Sericulture in Beijing. By the Han Dynasty, the silk industry was already highly specialized, producing, in addition to plain cloth, self-patterned monochrome cloth-figured gauzes, and thicker,
multicolored cloth. The last was highly valued, costing up to 15 times as much as plain silk. Chain stitch embroidery also became widespread at this time and was used to decorate clothes, wall hangings, pillows, and horse trappings. Elaborate examples have been found in Han Dynasty tombs in Hubei and Hunan provinces, where waterlogged land has preserved much organic material. Although produced in large quantities, silk remained an expensive luxury. Both woven silk and raw silk were used as tribute to the emperor and as offerings to foreign tribes, such as the Xiongnu on the northwestern borders of China. From here, Chinese silk must have been traded along the Silk Route through Central Asia and the Middle East as far as Europe. Most early examples of silk cloth in the West appear to have been woven locally, but from cultivated silk fiber of the Bombyx mori worm. The fact that China was the origin of this fiber was acknowledged by the ancient Greeks and Romans, who referred to silk as serica, literally, Chinese. By the end of the Han period, silk cultivation and knowledge of silk processing must have begun to spread westward, and by the 5th or 6th century, had reached the Mediterranean area. But Western silk production throughout the Middle Ages, 5th to 14th centuries AD, was never sufficient to satisfy demand from Europe and Mediterranean areas, and imported Chinese silk remained very important. Trade along the Silk Route was at its most vigorous during China's Tang Dynasty, AD 618 to 906, and travelers record the bazaars of the Middle East as being full of Chinese patterned cloth and embroideries. Simultaneously, we are told that the Tang capital of Chang'an was populated by large numbers of Iranian craftsmen. A silk weave now known as weft-faced compound twill appears among Chinese textiles for a few centuries, from about AD 700. This may well have been a technique introduced by foreign weavers, as it seems to have developed originally in Iran. In the West, it was particularly associated with repeating designs of roundels, circles, enclosing paired or single animals, with flower heads or rosettes between the roundels. The paired animals, rosettes, and the ring of pearl-like dots that often made up the roundel frame all passed into Chinese design. Indeed, trade in textiles or other items may have carried the motif of the pearl roundel to China before any transfer of technology, since it first appears in China as early as the 5th century AD on stone carvings at Buddhist cave temples. The word justly in the passage is closest in meaning to rightfully, relatively, obviously, traditionally. دوستان عزیزم، یکی از سوالات ریدینگ همین سوال وکابیولاری هست که معمولاً بین 1 یا 2 سوال از این گونه سوالات حتما برای توفل رو باید در نظر بگیرید. فقط با خوندن متن هم نمیشه حد زد، آخرین راه حل میتونه خوندن متن باشه. حتما باید معنی کلمه رو بدونیم، بنابراین باید دایره لغات ما وسیع باشه. از کلمات نئو و TPU و لغات مهم تافل میتونیم بهره ببریم برای پاسخ دادن به این سوالات. من سعی کردم همه متن‌های ریدینگ و لیسنینگ رو در این کانال قرار بدم و پاراگراف به پاراگراف کلمات مهم رو هایلایت کنم تا هر موقع که شما از خاطرتون رفت میتونید برگردید و این کلمات رو ببینید. امیدوارم این سوال رو بتونید به راحتی پاسخ بدید.
According to paragraph 1, archaeological evidence indicates which of the following about silk production in ancient China? Silk was produced as early as the Neolithic period. Although silkworms were raised during the Neolithic period, silk cloth was first produced around 2800 BC. During the Neolithic period, silk cloth replaced stone and clay ornaments as the most valued item of trade. Silk production disappeared from Zhejiang province after the Neolithic period. دوستان خوبم، یکی دیگه از سوالات دیتیل یا همون فکت هست. نوع دیگری از سوالات ریدینگ هست که به صورت مستقیم در متن مطرح شده، یا اینکه معمولا در این سوالات پاسخ درست همون اطلاعات متن به صورت خلاصه یا نقل بیان با حفظ معنی ولی با کلمات دیگه به شکل دیگه هستش. معمولا با عبارات according to paragraph X، حالا هرچی همونطور که در این سوال میبینید شروع میشه و با فلش هم در متن مشخص میشه. اینجا ما باید به کلمات کلیدی خیلی دقت کنیم، اسمهای خاص، مفهوم، عدد. و الان در همین سوال مشاهده میفرمایید که کلمه کلیدی ما سیلک پروداکشن هستش. قشنگ سوال رو بخونیم متوجه میشیم گفته شواهد باستانشناسی نشون میده کدومی که از موارد زیر در مورد سیلک پروداکشن هستش. اینجا ما میایم خط اول و دوم پاراگراف اول رو میخونیم. خط اولش که گفته چین به دلیل تولید ابریشم خودش که احتمالاً بیش از 6000 سال پیش آغاز شده مشهوره و بعد هم در مورد کاوش‌های در حقیقت نیولیتیک صحبت کرده. سوال از ما در مورد شواهد باستانشناسی پرسیده، اما خط اول فقط گفته چین به خاطر تولید ابریشم مشهوره. پس ما میریم خط دوم. توی جمله دوم قشنگ کلمه نیولیتیک رو گفته و در مورد شواهد باستانشناسی عصر نوسنگی صحبت کرده. حالا که جمله اول و دوم رو خوندیم میایم گزینه اول رو میخونیم، همین که هایلایت زرد زده شده. قشنگ گفته که ابریشم در اوایل دوره نوسنگی تولید شد. گفتیم که در سوالات دیتیل یا به صورت مستقیم اون جمله رو در پاسخ‌ها میگن یا به صورت پارافریز. اینجا الان به صورت پارافریز هست، یعنی همون مفهوم رو به طور دیگه‌ای در جمله اول پاسخ شماره 1 A آورده. حالا به صورت اتفاقی گزینه A صحیحه و ما دیگه سراغ گزینه‌های بعد نمیریم، ولی ما میتونستیم این سوال رو با رد گزینه هم حل کنیم. گزینه دوم اسم از سیلک ورمز آورده، کرم ابریشم، و گفته پارچه ابریشم 2800 سال پیش مثلا حالا هر اتفاقی براش افتاده. خب اصلا کلمه کلیدی ما داخل این نیست، پس رد میشه. گزینه سوم از سنگ و زیورالات اسم برده. سوال چیزی از ما در مورد سنگ و زیورالات نپرسیده. کلمه کلیدی ما سیلک پروداکشن بود، تولید ابریشم. پس گزینه 3 هم رد میشه. گزینه 4 گفته سیلک پروداکشن disappeared، یعنی در مورد ناپدید شدن تولید ابریشم از استان چین، یکی از استانهای چین صحبت کرده. اصلا چیزی در این مورد در متن ما نخوندیم. در مورد disappeared ما چیزی نخوندیم. بنابراین به راحتی هرچه تمامتر این گزینه هم رفت کنار و ما تونستیم گزینه اصلی رو پیدا بکنیم. این سوال رو به راحتی میتونید حل بکنید با خوندن جمله اول و دوم و گاهی هم جمله آخر پاراگراف اول. ولی همینطور که با هم دیگه تحلیل کردیم دیدید با رد گزینه هم و دانستن کلمات کلیدی سوال، پس باید سوال رو خوب بخونید، کلمه کلیدی رو پیدا کنید. نکته این سوال های دیتیل همین هست. بریم سوال بعد. Which of the following is not mentioned in paragraph 2 as characteristic of silk production in China? Many people were involved in the production of each piece of cloth. It was a process that interested Westerners. Each worker was trained to perform many different tasks.
It was generally done by women. دوستان در گزینه A گفته افراد زیادی در این تولید شرکت داشتن. همینطور که در متن شما مشاهده می‌فرمایید در خط 7 گفته شده که این تولید در مقیاس بزرگ انجام می شده. بنابراین وقتی تولیدی در مقیاس بزرگ انجام می شده پس افراد زیادی هم در این تولید شرکت داشتن و ما میتونیم گزینه A رو از این خط 7 یا 2 خط آخر استنباط کنیم و بگیم که گزینه A درسته. در گزینه 2 گفته این فرایندی بود که مورد توجه غربی ها قرار گرفت. شما اگه خط اول رو همون لحظه بخونید وسترن جو یعنی سلسله ژوی غربی، یه وقت ممکنه اشتباه بگیرید و دیگه نرید خطای بعدی. این سلسله ژوی غربیه، مربوط به چین هست، ولی توی گزینه گفته غربی ها، منظورش حالا مثلا اروپایی ها یا امریکایی ها هستن که این صنعت مورد توجه اونها قرار گرفت و میره برای خط 10. در خط 10 یعنی 2 خط آخر پاراگراف 2 که معمولا هم میگیم مهمه، اینجا قشنگ گفته که وسترن ها یعنی مورد توجه غربی ها قرار گرفت. پس این گزینه B هم در متن هست. گزینه 3 گفته هر کارگر برای انجام وظایف مختلف آموزش دیده. داخل متن که دورش الان خط کشیدم various task یعنی وظایف مختلف کلمش اومده. بله درسته، در متن اومده، حتی در سوال هم اومده گفته different tasks و حالا مثلا خواسته یه مقدار تغییر بده، اما چیزی به عنوان trained و آموزش دادن کارگران در متن نیامده، بنابراین این اصلا در متن نیامده و حذف میشه. گزینه آخر هم که گفته عموما توسط زنان انجام میشد و اگر خط آخر پاراگراف رو خیلی خوب بخونید کاملا نوشته که بله این توسط زنان انجام میشد. پس ببینید هم گزینه آخر کاملا در متن اومده بود، هم گزینه 2 کاملا در متن آمده بود و هم گزینه 1 رو میشد استنباط کرد از متن و فقط گزینه C هستش که ما چیزی در مورد آموزش کارگران اصلا نداشتیم و این سوال به راحتی میتونست حل بشه حتی با رد گزینه. و اینجا کلمه کلیدی در سوال خب میتونست به ما کمک بکنه که مشخصه تولید چی بوده. افراد زیادی در تولید شرکت داشتن، زنها شرکت داشتن و این تولید باعث شد که غربی ها خیلی براشون جالب بشه. پس این 3 تا در متن بود. دوستان عزیزم معمولا 1 تا 2 سوال از این گونه سوالات داده میشه. گزینه‌ای که در متن نیامده رو باید تشخیص بدیم، همینطور که اینجا ملاحظه فرمودید هایلایت شده، در متن واقعا نیامده بود، خودتون ملاحظه فرمودید اصلا کلمه‌ای به نام کلمه trained نیامده بود و اون مین آیدیا رو در این پاراگراف ما باید تشخیص بدیم. خب مشخصه تولید، اون کلمه کلیدیمون در سوال مشخصه تولید بود. خب بله این کلمه کلیدیمون بود، اما ایده اصلی که در مورد این مشخصه تولید بود، اینکه افراد زیادی در تولید شرکت داشتن، اینکه غربی ها مورد توجه غربی ها قرار گرفت، اینکه توسط زنان انجام شد، اینها همه موارد مهمی بودن که مربوط می شدن به این کلمه کلیدی. پس این سوال در حقیقت میخواد بگه 3 گزینه در متن آمده و 1 گزینه در متن نیامده و بیشتر جوابو داره به شما میگه و فقط 1 دونه پاسخ اشتباه در متن وجود داره و خیلی راحت میتونید این سوال رو بزنید و نمره بالایی کسب کنید. اگر موافقید بریم سوال بعد. What can be inferred from paragraph 3 about the Han Dynasty tombs of Hubei and Hunan? They have fewer preserved organic materials than other tombs of the period. They are the only tombs from the Han Dynasty that contain embroidered silk.
They are less impressive in size and content than our tombs in other provinces. They have contained a high moisture content. دوستان در این سوالات کلمات کلیدی در سوال بسیار مهمند. در اینجا مقبره ها کلمه کلیدی ما هست. گزینه یک گفته این مقبره ها نسبت به سایر مقبره های اون دوره مواد عالی کمتری دارن، در صورتی که دارید ملاحظه میکنید اینجا نوشته much organic material، پس اصلا کاملا متضاد گفته. در سوال گفته مواد عالی کمتری دارند، اما در متن اومده که مواد عالی زیادی دارن. پس ما اینو نمیتونیم استنباط بکنیم از متن. پس گزینه A رد میشه. گزینه B میگه تنها مقبره‌ای که ابریشم دوزی شدن، ولی توی متن همطور که دایره رو میبینید در مورد زنجیر دوزی در مقبره ها که بعد در خط بعدش میگه در مقبره ها یافت شد، در مورد زنجیر دوزی صحبت شده. پس گزینه B هم حذف میشه، چون اصلا استنباط نمی کنیم ما ابریشم دوزی رو، بلکه زنجیر دوزی بوده. در گزینه 3 گفته آنها از نظر اندازه و محتوا نسبت به مقبره های سایر استانها کمتر چشمگیر هستند. شما متن رو خودتون ملاحظه بفرمایید. آیا اصلا در مورد این موضوع چیزی استنباط میکنید؟ خیر، اصلا چیزی در این مورد به ما نگفته. پس این گزینه هم کلاً حذف میشه. اگر خط آخر رو بخونید در مورد زمین‌های پرآب صحبت شده. پس ما میتونیم از کلمه زمین‌های پرآب گزینه 4 رو استنباط کنیم که این مقبره‌ها دارای رطوبت بالایی هستند. چرا؟ چون زمین‌های پرآبی اونجا وجود داشته. پس ما میتونیم که گزینه 4 رو انتخاب بکنیم، در حقیقت استنباط بکنیم و این سوال استنباطی توفل رو هم به راحتی هرچه تمامتر حل کنیم. معمولاً از این بخش هم سوالات استنباطی 1-2 سوال هم داده میشه. بر اساس داده ها باید نتیجه بگیریم. ببینید مثلا در متن گفته بود که این مقبره ها مواد عالی زیادی درش وجود داره. خب این داده‌ای بود که متن به ما داده بود در حقیقت و ما با استفاده از این داده تونستیم گزینه A رو رد بکنیم، چون گفته مواد عالی کمتری دارند، ولی در متن گفته بود مواد عالی زیادی دارند. پس بر اساس داده ها ما میتونیم نتیجه بگیریم که آیا گزینه 1 درسته یا نه، 2 درسته یا نه. این سوالات استنباطی میخواد در حقیقت شما یک استنتاج از متن داشته باشید، خودتون نتیجه بگیرید با توجه به متن. همون مثال رو من میزنم که در متن گفته مواد عالی زیادی دارند. خب شما باید نتیجه بگیرید از این جمله که این مقبره ها مواد عالی کمی دارن یا زیادی دارن. خب با توجه به متن نتیجه میگیرید که مواد عالی زیادی دارن. پس بلافاصله گزینه A رو میتونید رد بکنید به همین راحتی. پس همیشه خاطرتون باشه کلمه کلیدی در سوال که الان اینجا مقبره ها بود رو پیدا میکنیم و معمولا هم توی متن اون کلمه inferred آمده که در حقیقت میخواد نتیجه گیری شما و استنباط شما رو بدونه به چه صورت هست. کلمه کلیدی رو که پیدا کردیم، موارد یا مین آیدیای مهمی رو که در مورد اون کلمه کلیدی هست رو در متن پیدا می کنیم و نتیجه گیری می کنیم که آیا گزینه ها صحیح هستن یا خیر. بریم سوال بعدی. Paragraph 4. The author mentions the emperor in order to describe the emperor's relations with foreign tribes. Provide evidence that silk was highly valued. Establish who was responsible for sending silk to Europe. Provide a reason for the shortage of silk in China. دوستان در سوالات پرپس معمولا سوال میشه چرا یه مطلبی بیان شد؟ چرا نویسنده این متن رو گفت؟ معمولا با describe, provide و من کنارش هایلایت زدم، با اینها گزینه ها آغاز میشه و در سوال هم حتما یه mentions، یه why does the other
و the other mentions what is the other's purpose، اینا همه گفته میشه. این سوال نظر نویسنده رو میخواد بپرسه از شما که نویسنده چرا این نظرش مثلا بوده. در همین سوال پرسیده شده که نویسنده در پاراگراف 4 از امپراتور یاد میکنه تا که به چه نتیجه‌ای برسه. یعنی در حقیقت میخواد از شما بپرسه که چرا نویسنده از امپراتور یاد میکنه. بریم ببینیم چرا. دوستان حتما باید پاراگراف 4 رو از خط اول شروع کنیم بخوندن. در خط اول همینطور که هایلایتر داره نشون میده داره در مورد این صحبت میکنه که ابریشم در مقادیر زیادی تولید شده و یک کالای لوکس و گران قیمت بوده. دارید خودتون میبینید جمله اول رو. در جمله دوم میگه این ابریشم استفاده میشده برای ادای احترام به امپراتور، همینطور که هایلایتر داره نشون میده. که در ادامه میگه که به عنوان کادو به قبایل خارجی، در حقیقت به عنوان ادای احترام به امپراتور به عنوان کالا به قبایل خارجی استفاده میشده. و در ادامه هم توضیح میده که این ابریشم چینی باید در مسیر جاده ابریشم از طریق آسیا و خاورمیانه تا اروپا معامله شده باشه. خب ما 3 جمله اول یا 4 خط اول رو خوندیم. حالا میایم سراغ گزینه ها. الان میایم سراغ سوال. به خاطر اینکه خط اول، خط دوم و سوم رو خوندیم، میایم یه بار دیگه سوال رو میخونیم. نویسنده در پاراگراف 4 از امپراتور یاد میکنه تا گزینه 1 روابط امپراتور با قبایل خارجی رو شرح بده. به نظر خودتون آیا چیزی ما از روابط بین امپراتور با قبایل خارجی خوندیم؟ ما در خط دوم خوندیم که ابریشم به عنوان ادای احترام به امپراتور به عنوان کادو به قبایل خارجی استفاده می شده. پس ربطی نداره روابط امپراتور با قبایل خارجی. بین این دوتا ارتباطی توضیح داده نشده بود. نویسنده چیزی نگفته بود. بنابراین گزینه A حذف میشه. در مورد گزینه B که پاسخمون هم هست، گفته شواهدی ارائه دهد که ابریشم ارزش بالایی داره. یعنی نویسنده در پاراگراف 4 از امپراتور یاد میکنه تا یه شواهدی رو ارائه بده که ابریشم ارزش بالایی داره. بله، این گزینه درسته. همونطور که ما در خط اول متوجه شدیم، در همون قسمت اول گفته ابریشم در مقادیر زیاد، اگرچه ابریشم در مقادیر زیاد تولید شده، اما یه کالای لوکس و گران قیمته. و ما در گزینه دوم هم اون ارزش بالا رو داریم میبینیم، کلمش رو ارزش بالا، و که طور دیگه‌ای در خط اول هم بیان شده این گران قیمت بودن و لوکس بودن. ببینید دوستان عزیز، در این نوع سوالات پرپس وقتی که میپرسه نویسنده چرا یه مطلبی رو بیان کرده، شما باید سعی کنید قسمت‌های مختلف جمله رو، جمله 1 که میخونید، جمله 2 رو که میخونید، یا خط 1، خط 2، خط 3 رو که میخونید، اینها رو به هم دیگه وصل بکنید، ارتباطشون رو متوجه بشید. الان وقتی که جمله 1 رو شما میخونید که ابریشم در مقادیر زیادی تولید شده، با این وجود که خیلی تولید شده ولی همچنان یه کالای لوکس و گران قیمته. به خاطر همین گران قیمتیش و لوکس بودنشه که به عنوان ادای احترام به امپراتورها داده میشده. پس این گزینه B شواهدی به خاطر این نویسنده از امپراتور یاد کرده تا شواهدی ارائه بده که ابریشم ارزش بالایی داره. ما جمله 1 و جمله 2 رو به هم ارتباط دادیم و این گزینه B از توش اومد بیرون و ما میتونیم گزینه B رو استفاده بکنیم. در مورد گزینه 3 که گفته تعیین کنید که چه کسی مسئول ارسال ابریشم به اروپا بوده،
ما در خط دوم اومدیم و خوندیم که ابریشم به عنوان ادای احترام به امپراتور داده می شده، به عنوان کادو به قبایل خارجی استفاده می شده. و بعدش اومدیم خوندیم که ابریشم چینی باید در مسیر جاده ابریشم از طریق آسیا و خاورمیانه تا اروپا معامله شده باشه. اما کسی اونجا نگفت که چه کسی مسئول ارسال ابریشم به اروپا بوده. در سوال ابریشم یعنی از سوالمون ارسال ابریشم به اروپا گفته نشده و فقط در مورد اینکه این ابریشم در جاده ابریشم از طریق آسیا و خاورمیانه معامله شده صحبت شده. اینکه چگونه توسط چه کسی ارسال شده چیزی گفته نشده. پس گزینه C هم به طبع حذف میشه. برای گزینه D گفته دلیلی برای کمبود ابریشم در چین، برای اینکه نویسنده که دلیلی ارائه بده که کمبود ابریشم در چین بوده. ما خط 1 رو که خوندیم همون اولش گفت که ابریشم در مقادیر زیاد تولید شده، یعنی اصلا جواب کاملا در خط اول گفته و این کاملا متضاد با اون چیزی هستش که در خط اول گفته شده. پس دوستان یک بار دیگه من تکرار میکنم. سوالات پرپس وقتی که میپرسه چرا یه مطلبی بیان شد، چرا نویسنده این متن رو گفته، الان چرا نویسنده در مورد امپراتور اصلا صحبت کرد، جواب این بود تا شواهدی ارائه بده که ابریشم ارزش بالایی داره. به خاطر اینکه تو خط اول و خط دوم در مورد ارزش بالای ابریشم و ادای احترام به امپراتور، اصلا خود کلمه امپراتور که در سوالم اومده توی خط دوم گفته شده بوده. ما خط اول و دوم رو به هم ارتباط دادیم و تونستیم ازش گزینه B رو در بیاریم و اصلا گزینه D که دیدید در اصلا یه چیز متضادی بود، در حتی خط اول هم طور دیگه گفته شده بود. این گفته دلیلی برای کمبود ابریشم گزینه D، ولی در خط اول گفته بود که اتفاقا مقادیر زیادی تولید شده. گزینه A هم که اصلا در متن نبود و گزینه C هم اصلا در متن نبود. یعنی 3 تا گزینه اصلا در متن نبود، چیز دیگه ای اینجا توی گزینه ها گفته شده و فقط یک گزینه بود که واقعا در متن گفته شده بود. پس یا گزینه ها اشتباه بود، اصلا در متن گفته نشده بود، یا اینکه فقط یک گزینه در متن آمده بود. این سوال ها رو خیلی خوب میشه جواب داد به شرطی که خط اول و دوم رو یا کلن پاراگراف رو خوب بخونید، هول نشید. مطمئن باشید که جواب رو تو همون خط اول و دوم یا سوم پیدا خواهید کرد. بریم سراغ سوال بعدی. According to paragraph 4, which of the following was true of European silk production after the Han period? It was dominated by the Greeks and Romans, who were reluctant to share their techniques. Only regions that did not trade with China for silk developed the means to produce their own silk. The amount of silk that was produced in Europe was never as much as people wanted to buy. Although centered in Northern Europe during the Middle Ages, silk production steadily moved to Mediterranean areas. دوستان عزیز، سوالاتی که در مورد فکت یا دیتیل گفته میشه که این دومین سوال هستش از پاراگراف 4. وقتی که 2 تا سوال از فکت میدن یا اینکه اصلا کلا 2 تا سوال از یک پاراگراف میدن، شما باید اون لحظه خوشحال بشید، به خاطر اینکه قبلا این پاراگراف رو خوندید و از 2-3 خط اولش سوال اومده. حالا احتمالاً از 3-4 خط آخر یا 2 خط پایانی سوال میاد یا جمله های 2 تا جمله آخر معمولاً. اینجا هم به همین ترتیب، همینطور که در هایلایت مشاهده می‌فرمایین، گفته که خب گزینه 1 گفته یونانی ها و رومیان
بر اون تسلط داشتن، بر تولید ابریشم تسلط داشتن. در صورتی که طبق هایلایت و طبق متن شما دارید ببینید که قشنگ نوشته که نه اینطور نیست. حتی خود رومی ها و یونانی ها هم معتقد بودن که چینی ها تسلط داشتن. پس گزینه 1 کاملا غلطه. گزینه 2 در مورد ابزار تولید ابریشم صحبت کرده و توسعه اون و اصلا متن رو هر چقدر بخونید در مورد ابزار تولید ابریشم هیچ چیزی گفته نشده. جواب گزینه C هست. کاملا در متن آمده. مقدار ابریشم تولید شده در اروپا کم بود. میبینید که کاملا در اصلا جمله اومده و حالا طور دیگه ای بیان شده، ولی اصلا طور دیگه هم بیان نشده، همونطوری بیان شده و واقعا میشه اینو دید. برای همین فکت و دیتیل هاست این سوالات اینطوری کاملا در متن اومده جواب. گزینه آخر هم گفته تولید ابریشم در قرون وسطا در اروپا منتقل شد به مناطق مدیترانه‌ای. در صورتی که این کاملا غلطه. توی خود متن گفته که در قرن 5 و 6 به اون مناطق مدیترانه‌ای رسید و قرون وسطا رو از قرن 5 تا 14 میدونه. بنابراین اصلا گزینه آخر کاملا غلطه و گزینه صحیح همون گزینه C هستش. The word simultaneously in the passage is closest in meaning to. In contrast, at the same time, in addition. Likewise. دوستان عزیزم، همونطور که در ابتدا هم گفتم 1 یا 2 سوال در زمینه لغت حتما هست که وکب بهتون میدن و گفتم که با خوندن متن نمیشه حد زد. آخرین راه حل باید باشه و دایره لغتتون باید وسیع باشه. Of the following are mentioned in the passage to describe weft-faced compound twill, except it emerged during the Tang Dynasty. It had complicated, repeating designs. It was more popular in the West than in China. Chinese weavers probably learned the technique from Iranian weavers. همونطور که قبلا گفتیم از سوالهای اکسپشن 1 یا 2 سوال میاد که در همین ریدینگ هم این دومین سوال از نوع سوالات اکسپت هستش. یعنی که 3 تا از این گزینه ها در متن آمده و فقط 1 مورد هستش که در متن نیامده. همه گزینه ها درسته بجز مثلا گزینه 3. ببینید اون هایلایت سبزی که انجام دادم همون کلمه کلیدی هست که قطعات پارچه‌ای مرکب که برای توصیفش گفته که در زمان سلسله تانگ پدیدار شد. A اینو گفته و ما میبینیم که در خط 1 هم همون A اومده توضیح داده. برای توصیف قطعات پارچه‌ای گفته طرح‌های پیچیده و تکراری داشتن. دقیقاً همین که دورش داریم سرکل میزنیم و واقعاً هم گفته طرح‌های سرکل و تکراری. گزینه D و آخر یا همون آخر، بافندگان چینی احتمالاً این تکنیک رو از بافندگان ایرانی آموختن. دقیقاً جمله رو آورده، زیرش داریم هایلایت میکشیم که اسم ایران رو کاملا آورده. بنابراین فقط گزینه 3 هست که اصلا در متن نیامده. پس سوالات اکسپت به این صورت بود که همه موارد زیر مثلا برای توصیف قطعات پارچه مرکب اومده در متن، همونطور که دیدید اصلا تک تکش ما هایلایت کشیدیم زیرش. در خط 1 اومده بود، در خط 4 و 5 اومده بود، در خط آخر اومده بود، همش اومده بود در متن و فقط یه دونه بود که اصلا چنین چیزی گزینه 3 بود که در متن نیومده بود. این سوالای اکسپت رو خیلی خوب میشه پاسخ داد. اصلا هول نشید، متن رو 2-3 خط اول رو بخونید، نبود 2-3 خط آخره قطعا و میتونید کامل
و عالی پاسخ بدید. Look at the 4 squares that indicate where the following sentence could be added to the passage. But China was not exclusively an exporter of silk products and techniques. Sometimes the exchange went the other way. Where would the sentence best fit? Click on a square to insert the sentence in passage. A. Directions. An introductory sentence for a brief summary of the passage is provided below. Complete the summary by selecting the 3 answer choices that express the most important ideas in the passage. Some sentences do not belong in the summary because they express ideas that are not presented in the passage or are minor ideas in the passage. This question is worth 2 points. The production of silk in China has had a long history that dates back to ancient times. CDF. دوستان خوبم، سوالات بعدی که یکی مونده به آخر معمولاً میدن، این سوال هست که به اینسرشن معروفه و به همون مفهوم جایگذاری هست. مثل پازل باید حل بکنیم. دقت کنید که یک جمله رو جایی قرار بدید که از لحاظ زبانی و منطقی به جمله بخوره، با جمله قبل و بعد منطبق باشه. گاهی به شما یه سری سرنخ‌هایی میدن مثل this, that, he, she, those, each یا first, second, next, finally, a and the. مثلا وقتی که میگن a man یا the man حتما راجع به این مرد صحبت شده توی متن. پس بنابراین جمله اول رو میخونیم، این جمله که بهمون دادن رو مثلا وسط قرار میدیم و باید با جمله بعدی جمله دوم بخونه. TPO های 1 تا 10 رو هم میتونید بزنید این سوالات رو و حسابی تمرین کنید. دوستان عزیز، اون جمله قرمز رنگ که نوشته شده هم در متن انگلیسی هم در ترجمهش همون سوال ما هست. در حقیقت گفته این جمله در کجا قرار بگیره، مثل یه پازل کجا قرارش بدیم. و اینجا در این سوال همون جایی که هایلایت صورتی انجام داره میشه که A هستش، یعنی در حقیقت مربع A هست، چون ما مربع A داریم B, C و D. ما مربع A رو انتخاب میکنیم. حالا چرا؟ وقتی که ترجمه میکنیم، وقتی که میخونیم سر جلسه امتحان، خط اول و دوم که میخونیم گفته تجارت در امتداد مسیر ابریشم در زمان سلسله حالا تانگ چین شدیدترین حالت خودشو داشت و مسافران بازارهای خاورمیانه رو پر از پارچه‌های طرحدار و گلدوزی‌های چینی ثبت میکنن. اما چین منحصراً صادرکننده محصولات و فنون ابریشم نبود. گاهی اوقات مبادله به سمت دیگری میرفت. جملات بعدی رو اگر بخونیم متوجه میشیم که جملات بعد، حداقل 3-4 جمله بعد دیگه در مورد اون طرح صحبت کرده. اون طرح مرکب که بافندگان خارجی مثل ایرانی ها اون رو انجام میدادن، طرح‌های تکراری مثل حیوانات و جفت و سرهای گل‌های طرح‌های گلدار و اینها، گل رز و حلقه‌ای و اینا، دیگه در مورد اون طرح‌ها صحبت کرده. ولی فقط جمله 1 و جمله 2 هست. جمله 1 که خودش در متن آمده و جمله 2 همون جمله هستش که گفته کجا قرارش بدیم. با بات شروع شده. یعنی ما متوجه میشیم این یه سرنخه از همون سرنخایی که بهتون گفتم
این یه بات هست و یه سرنخ، ممکنه and or یا هر چیز دیگه ای باشه، ممکنه that, he, she, those, first, second, finally، هر چیزی ممکنه باشه که به ما یه سرنخ میده که آها پس یه چیزی قبلش بوده که الان شده بات. ببینید گفته که این طرح‌ها و گلدوزی‌های چینی بوده، اما چین منحصراً صادر کننده نبوده. پس این دو جمله است که یعنی پازل شکل گرفت با جمله قرمز رنگی که به ما داده و ما گذاشتیمش روی مربع A، قرارش دادیم، کلیک میکنیم سر جلسه امتحان اونجا و این دو جمله خیلی به هم دیگه ارتباط دارن و همدیگه رو کامل میکنن. دوستان اون کلمه بعد از مربع شماره A یعنی کلمه simultaneously، قبلا هم توی 2-3 تا سوال قبلی برای سوالای وکب اومده بود. همیشه هم به این دقت بکنید که معمولاً یه دونه جمله بعد یا قبل این نوع کلمات هم سوالا میاد و اونجاها باید قرار بدیم. دوستان عزیزم، سوال آخری که در توفل به ما میدن سوال سامری هست که 3 تا گزینه رو اگه درست برداریم و بذاریم سر جاش 2 نمره میگیریم. اما اگه 2 تا گزینه درست رو انتخاب بکنیم و یه دونه غلط داشته باشیم 1 نمره میگیریم. پس این سوال 2 نمره داره و هر غلط 1 نمره رو از دست میدیم. ترتیب گزینه ها برای پاسخگویی اصلا مهم نیست، فقط باید گزینه درست رو انتخاب کنید و در کادر قرار بدید. رد گزینه در این سوال بسیار مفیده. پیدا کردن گزینه غلط خیلی راحت تر هستش. گزینه های غلط معمولاً یا اطلاعاتی هستن که بی ربط به متن هستن یا در مورد جزئیات صحبت کرده که خب ایده اصلی یا مین آیدیا هیچ وقت در مورد جزئیات نبوده. گزینه درست باید مین آیدیا باشه. مین آیدیای حداقل یه پاراگراف باشه. گاهی هم یک گزینه مین آیدیای 2 تا پاراگراف رو میان ترکیب میکنن و به شما میدن و معمولا جملات اول و آخر پاراگراف ها بسیار مهم هستن. باید مطمئن بشید که مین آیدیای پاراگراف هایی که سوالات وکب داشتن رو خوب بررسی کرده باشید، چون معمولا از اونجاها سوال میاد. سر امتحان سر این سوال متن رو ندارید، اما میتونید برگردید و نوت برداری کنید، جمله اول و آخر پاراگراف ها رو بخونید سریع و بتونید یه ایده کلی از هر پاراگراف به دست بیارید. اما در هنگام خوندن سوالات دیگه هم شما به هر حال یه بار پاراگراف ها رو خوندید دیگه، میدونید که ایده اصلی هر پاراگراف چی بوده. اما در همین سوال هم اگر نگاه بکنید اومده خودش اول گفته تولید ابریشم در چین سابقه طولانی داشته که به دوران باستان برمیگرده. خودش که خلاصه از متن رو که من هایلایت زرد کردم به ما ارائه داده و گفته با توجه، گفته خودش یه جمله مقدماتی برای خلاصه از متن در زیر ارائه شده. خلاصه رو با انتخاب 3 گزینه پاسخ که مهمترین ایده های متن رو بیان میکنه تکمیل کنید. ما گزینه F, D و C رو میدونیم که درست هست و انتخاب کردیم. خب گزینه F گفته تاثیر خارجی بر طرح‌های پارچه‌های ابریشمی و سایر منسوجات در الگوها و تکنیک‌های مشخص و کاملا قابل شناسایی نشان داده شده است. اگه خاطرتون باشه پاراگراف 2 یا 3 بود که در مورد تاثیر ایرانی‌ها بر چینی‌ها برای اینکه طرح‌های پارچه‌های ابریشمی و سایر منسوجات رو تولید بکنن توضیح داد، یعنی تاثیر خارجی‌ها بر چینی‌ها. گزینه دی تولید ابریشم رو به عنوان فرایندی در مقیاس بزرگ و تخصصی با تقسیم کار مشخص داره توضیح میده که این هم فکر کنم مال همون پاراگراف 1 بود که
اصلا یه سوالم در مورد مقیاس بزرگ، تهیه تولید ابریشم در مقیاس بزرگ هم اصلا از ما این سوالو کرده بودن. و گزینه C هم که گفته ابریشم چینی در مسیرهای آسیای مرکزی به اروپا مبادله میشد، جایی که ارزش بسیاری داشت. در مورد ارزش بالا و ارزش زیادش هم سوال داشتیم. بنابراین هر ستا میتونه یک خلاصه‌ای باشه از پاراگراف های مختلف. اما اگر A و B و E رو نگاه بکنید، مثلا A نظام های پولی ماقبل تاریخ 2 نقطه حالا هرچی، اصلا زیاد در مورد نظام های پولی ماقبل تاریخ مطلبی اصلا نداشتیم. پس این اصلا جزء همون گزینه هاست که گفتم ممکنه که اصلا وجود خارجی نداشته باشه در متن یا اصلا بی ربطه و کاملا به راحتی میشد اینو اصلا تشخیص داد و حذفش کرد. گزینه B گفته زن و مرد هر دو به طور سنتی در مراحل مختلف تولید ابریشم مشغول به کار بودن. بله اینو گفته بود، اما اگه برید پاراگراف 1 یا 2 رو بخونید که در مورد کمک زنها صحبت شده بود که زنان هم کمک میکنن، این اومده بود خطای 4 5 6 اینا بودش و مین آیدیای ما نبود و در مورد جزئیات داره صحبت میکنه. پس ما جزئیات رو نمیخوایم، ما خلاصه از اون پاراگراف رو میخوایم، ایده اصلی مین آیدیا رو میخوایم. پس گزینه B هم نیست. گزینه E گفته پارچه های ابریشم گلدوزی شده به طور سنتی دارای رنگ ها و نقوش و دارای اهمیت، یعنی باز رفته تو جزئیات که تو فکر کنم پاراگراف 2 یا 3 بود که همین جزئیات رو داشت میگفت و خطای 4 و 5 و 6 بود و به طور کلی صحبتی در مورد ابریشم، تولید ابریشم در چین اصلا صحبتی نکرده. شما اگه به اون جمله زرد رنگی که من هایلایت زرد کشیدم، یعنی جمله اصلی که خود سوال به ما ارائه داده، یعنی خود سوال چی گفته؟ گفته که من یه جمله به شما میدم، این جمله‌مه: تولید ابریشم در چین سابقه طولانی داشته که به دوران باستان برمیگرده. با توجه به جمله من که من یه جمله مقدماتی خلاصه از متن رو به شما ارائه دادم، شما هم 3 تا خلاصه دیگه در مورد همین جمله من به من ارائه بدید. آیا به نظر شما گزینه ای که در مورد پارچه های ابریشمی و گلدوزی شده و نمیدونم رنگ ها و اهمیت مذهبی، این اصلا دیگه ربطی داره به اینکه تولید ابریشم در چین سابقه طولانی داره؟ آیا زن و مرد، گزینه B، زن و مرد هر دو در تولید ابریشم مشغول به کار بودن، در اینکه تولید ابریشم در چین سابقه طولانی داره الان به اون جمله زرد رنگ ما ربطی داره؟ یا اینکه نظام‌های پولی ماقبل تاریخ، فرهنگ‌ها بر مبادله پارچه‌های ابریشمی بنا شده بودن؟ خب این هم الان به این جمله ما ربطی نداره، اما تاثیر خارجی بر طرح‌های پارچه‌های ابریشمی و سایر منسوجات این بوده در متن، یعنی مین آیدیای اصلی ما بوده. یا اینکه گزینه D تولید ابریشم به عنوان فرایندی در مقیاس بزرگ، اصلا تولید ابریشم اصلا ازش اسم برده، توی اون جمله زرد رنگم تولید ابریشم اسم برده. و C هم همینطور در مورد ابریشم چینی که در مسیرهای آسیای مرکزی به اروپا مبادله میشد و ارزش بسیاری داشت، در مورد باز تولید ابریشمه و این هم یکی از مین آیدیاهای ما بوده. بنابراین ممکنه بگید که خب من میتونم ایرم انتخاب کنم، اینطوری میتونم بیرم انتخاب کنم، حالا اون ای واقعا دیگه هیچ ربطی نداره. بله شما بی و ای رو هم میتونید انتخاب کنید، در مورد تولید ابریشمه، ولی جزء مین آیدیای اون پاراگرافی که ما مد نظرمونه نیست. خطهای 4 و 5 اگر برید بخونید و زیاد کمکی به ما نمیکنه در زمینه استنباط مین آیدیا، بلکه اینها جزئیاتن. بله درستن، بی و ای هم درستن، ولی جزئیاتن. ما جزئیات رو نمیخوایم، ما مین آیدیا، ایده اصلی پاراگراف ها رو میخوایم. بنابراین F، D و C صحیح هستن که ما اینها رو سر جلسه امتحان کلیک میکنیم و میذاریم. حالا هر کدوم اول، دوم، سوم تفاوتی نداره، مهم اینه که 3 تا گزینه درست رو انتخاب کنیم.
دوستان عزیزم، امیدوارم نهایت استفاده رو برده باشید. اگر این نوع محتوا رو دوست دارید، با سابسکرایب کردن و زدن دکمه زنگوله میتونید شما اولین نفری باشید که این نوع محتواها رو در روزهای آتی میبینید. و میتونید که نظراتتون رو برام کامنت بکنید، باعث میشید ویدیوهای بعدی بهتر ساخته بشه. نظرات ارزشمند شما برای من بسیار مهمه. امیدوارم آزمون تافل عالی رو پیش رو داشته باشید، نمره دلخواهتون رو به دست بیارید و در بهترین دانشگاه‌های امریکا و جهان ادامه تحصیل بدید. سعادتمند باشید و سلامت. فعلا.